انسان و شیر. در بحر کشتی بادباندار شنا می کرد. غلامان بی حال و بی مدار با صد عذاب بیل می زدند و کشتی به پیش می رفت. در صحن کشتی نظارتچی در دست قمچینه می نشست و هر زمان به سر غلامان بیچاره داد می زد. یکی از غلامان از گرسنگی بیمدار شده و به زور به پا می ایستاد. ناگاه او از حال رفت و بیل از دستش افتاد. نظارتچی از جای برخاست و غلام بیچاره را قمچین کاری نمود. نظارتچی و یاردمچیانش خوراک خوردند، می نوشیدند و خوابشان برد. صحن کشتی از آواز خوراک کشیشان می لرزید. کشتی در لب ساحل قرار گرفت. نظارتچی از خواب بیدار شد و دید که در صحن کشتی زنجیر زنفلانه شکسته می خوابد. پی برد که کدام از غلامان گریخته است. این همان غلام شلاق خورده بود. نظارتچی و همراهانش با جستجوی غلام گریزه به ساحل برآمدند. در روی ریگ نمناک ساحل ایز پایهای برهنه غلام گریزه نقش بسته بود و جوان الکی خیلی دور رفته بود. نظارتچی و همراهانش غلام گریزه را پیگیری نمودند. غلام به نزد باطلاق رسید. کرته‌اش را کشیده به آب افلاس باطلاق تر کرد و در میان سنگ‌های ساحل باطلاق خوابیده کرته‌اش را به بالایش پوشاند. رنگ کرته او هم مثل رنگ سنگ‌های باطلاق شده جوان را پنهان می‌کرد. پاسبان‌ها به هر طرف پراکنده شدند. نظارتچی به نزد سنگ آمد که غلام پهلوی آن می‌خوابید. او غلام را ندید. غلام او را از پایش کشیده به باطلاق افکند. نظارتچی به داد و فریاد درآمد. غلام گریخت. نظارتچی را رفیقانش با عذاب از آب افلاس باطلاق رها کردند. جوان گریزه به غار نزدیک شد و به درون غار درآمد و پنهان شد. تعقیبگران غلام از پی او به نزدیکی این غار آمدند، اما در جایشان شخ شدند. در درآمدگاه غار شیر بزرگ می ایستاد. پنجه او زخمی داشت و او از درد سخت می غرید. او طعمه شیر می شود. رفتیم از اینجا، گفت نظارتچی. شیر نعره زنان به غار وارد شد. غلام بیچاره از ترس چشمانش را پوشید. پایهایش می لرزیدند. شیر به جوان نزدیک شد و نالش کنان پنجه‌اش را یازانید. جوان دید که در میان پنجه های شیر قیل بزرگ در مانده و از زخم خون می تراود. غلام آهسته خار را از پنجه های شیر بیرون آورد. کرته‌اش را درانیده با آن پنجه شیر را بست. شیر آرام شد و با منتداری سر و روی غلام را لیسید. همان شب را دوستان شیر و انسان در غار پهلوی هم روز کردند. اکنون جوان و شیر
همراه زندگی می کردند. جوان شکار می کرد و برای شیر مجروح می آورد. اما باره او باز به دست نظارتچی و یاورانش افتاد. او را به همان کشتی سوار کرده برین بردند. غلام را به گریزگی گناهکار کرده او را به گلادیاتوری دادند. اکنون او در میدان باید با شیر و پلنگان قوه آزمایی کرده وقتی ثروتمندان و مردم تماشاگر را خوش می کرد. جوان بیچاره علاج دیگری نداشت. در میدان جنگ او شیری را کشت و مردم به او تحسین و آفرین خواندند. اما خرسندی جوان دیر دوام نکرد. به میدان شیری پرقوت‌تر و بزرگتری را سر دادند. این شیر نعره زد و جوان را به زمین افکند. اما به جای آن که او را پاره پاره کند، او را بوی کشید و سر به زانویش گذاشت. این همان شیر دوست جوان بود که جوان را شناخت. جوان هم شیر را شناخت و او را به آغوش کشید. مردم به حیرت آمدند. آنقدر شول و ولوله شد که کسی نمی دانست که اینجا چه اسراری است. مردم داد می زدند و طلب می کردند که به شیر و جوان آزادی داده شود. امپراتور حاکم دستانش را به بالا برداشت و به جوان و شیر آزادی بخشید. جوانی خرسند و خوشبخت به حاکم و به مردم تماشاگر تعظیم کرد و با دوستش شیر میدان را ترک نمود. این تنتنه دوستی و محبت بود.